نفرات حاضر در زمین مسابقه، جایی که برای جوانان شایسته ایران محمد علی شکارچی در چارچوب دروازه است، صدرا چوپانی، حسین رضا یوسفی، امین حسین عبدالرزاقی و محمد جواد نوروزی بازیکن‌هایی هستند که کار رو برای ما توی این دیدار آغاز کردن و برای افغانستان هم احمد اسماعیلی دروازه‌بانه. همه چیز آماده است تا این ضربه رو به اتفاق هم تماشا بکنیم. حرکت از نوروزی روی پای چپش ضربه رو میزنه و چقدر اختلاف داشت تو با دروازه افغانستان. خیلی زیاد بود اختلاف و نمیدونم چند بار دیگه همچین فرصتی نصیب ما بشه. ای کاش بچه‌ها با ظرافت و دقت بیشتری از این موقعیت استفاده بکنن. اون توپ گل نشد تا عباس حیدری اینجا دروازه ما رو باز بکنه. طاهری نکات رو در خصوص نیمه اول این مسابقه گفتند و کارا هم بازیکن‌های افغانستان طوفانی آغاز میکنن. ای خدا چه گلی هم زدن بازیکن‌های افغانستان. آقا اون ترسی که گفتین اول بازی بود ریخته، بدم ریخته. یعنی گل دومم بازیکن‌های افغانستان به ثمر رسوندن. گلم قشنگ بود ولی دیگه از اون توپاییه که دست داد. علی احمدی اشتباه میکنه. یوسفی فضا رو باز کرد. یوسفی با حرکتی که انجام داد این سمت توپ رسیده به عبدالرزاقی، میچرخه میاد روی پای چپ، یه پاس زمینی و دروازه افغانستان باز میشه. حسین رضا یوسفی تونست به اون چیزی که نیمه اول استحقاقش رو داشت برسه، اون هم گلزنی به احمد اسماعیلی بود. چقدر خوب کار کرد امیر حسین عبدالرزاقی.